حیات و فعالیت کری مالیس، کیمیادان و بیوخیمیکی امریکایی. کری بنکس مالیس 28 دکبر سال 1944 در شهر لنوئر ایالات کارولینای شمالی ایمئه تولد شد. از کودکی شوق بی اندازه به علم مخصوصاً خیمیا داشت. در سن مکتبی تجربه های خیمیایی می کرد و کتاب های علمی را دوست می داشت. مالیس بکالور خود را در دانشگاه جورجیا در ساحه کیمیا گرفت. بعداً در سال 1973 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دکتری بیوخیمیا شد. پس از ختم در چند لابراتوری خصوصی و دولتی فعالیت کرد. او شخصیتی غیرقانونی علمی داشت، بی رسمیت ولی پرتجربه و با اندیشه های جسورانه. سال 1983 وقتی که مالیس در شرکت بیوتکنولوژی کیتوس کورپوراتیون کار میکرد، یک شب هنگام راندن ماشین به فکر آمد که انقلاب در بیولوژی مولکولی بود. او اصول تکرار استحصالی DNK را پیشنهاد کرد که آن را پلیمریز چین ریپکتیون می نامند. ریاکسیای زنجیری پلیمرازی این می تواند امکان دهد که از یک پارچه خیلی خردی DNK نسخه های زیاد تولید کرده شود. برای تحقیق تشخیص بیماری ها، کریمینالیستیکا و بسیار ساحه های دیگر استفاده برده می شد. سال 1993 مالیس برای این کشفیات جایزه نوبل در ساحه کیمیا گرفت. او حتی در مراسم سپاریدن جایزه با اسلوب آزادانه و غیر عنعنوی برآمد کرد. مالیس شخصیت ناتکرار بود. بغیر از علم او به سرفینگ، موسیقی، هنر، حتی استرولوژیا و موضوعهای بحث برانگیز شوق داشت. بعضا اندیشه های غیر عادی و ضدیتناک می گفت. مثلا شبهه به نقش ویچ در پیداشوی سپید که باعث انتقاد شدید می شد. کری مالیس 7 آگوست سال 2019 در سن 74 سالگی درگذشت. از مالیس به نسل امروزه PCR یکی از مهمترین وسیله های بیوتکنولوژی زمان معاصر. PCR در تشخیص کووید 19 تحقیقات ژنتیکی، علم‌های طبی، سودی و اکولوژی بسیار استفاده می شود. مالیس شخصیت بود با یک ایده دنیای علم را تغییر داد.